سلام بارافودیای عزیز، یه بار دیگه همسفر بشیم با من بریم شمال با یه غذای شمالی بسیار خوشمزه به نام انار بیج یا سبزی فسنجان. فوق‌العاده خوشمزه است و درست کردنش هم کاری نداره. بریم درستش کنیم. یک دونه پیاز با رنده درشت رنده میزنیم. یک سمت پیاز رو همیشه تو دستمون نگه میداریم تا آخر رنده کردن پیاز وا نره. 400 گرم گوشت داریم، گوشت چرخ کرده که 200 گرمش گوسفنده، 200 گرمش گوساله. یک قاشق زردچوبه، نمک، فلفل، اینا رو مخلوط میکنیم و بهش تقریبا 2 قاشق غذاخوری بزرگم بهش سبزی خشک معطر مثل چوچاق و خالواش اضافه میکنیم و اگه این سبزی های معطر رو در دسترس ندارین هر سبزی معطری که دوست دارین و اگه سبزی های تازه معطرم بریزین که معرکه میشه. 1 لیوان من اینجا گردوی آسیاب شده دارم که با 1 عدد پیاز اینا رو با حرارت ملایم با یه چیکه روغن میذارم حسابی تفت بگیره. این کار باعث میشه که خورشتم زودتر به روغن بیفته. حالا قلقلی هایی که تو یخچال نیم ساعت گذاشته بودم استراحت بکنه رو در میارم قلقلی میکنم. سر وقت سبزی هام میام که سرخشون بکنم. سبزی هام 1 کیلو سبزی پاک شده قرمه سبزی بودش که بهش چند قاشقم خالواش و چوچاق اضافه کردم. اگه هم ندارین اونم اشکالی نداره. خب سبزی ها رو با گردو با حرارت ملایم یه تفت میدم. 1 لیوان من اینجا الان بهش آب اضافه کردم. مواظب باشین که آب و یهویی نریزین که خورشتتون غرقاب آب بشه. میبینین الان اینجا آب کمه، باید روی خورشت و آب بگیره. الان ببینین این الان اندازه هستش. خب وقتی که آب ریختم میام سر وقت رب انار. 2 قاشق بزرگ من رب انار میریزم. اگه ترش باشه که عالیه، اگه نه ملس. به هیچ عنوان رب انار شیرین نریزین که این خورش رو کاملا خراب میکنه. بعد حالا بهش درشو میذاریم 2 تا 3 ساعت بهش زمان میدیم تا حسابی روغن بندازه. و حالا وقتی که 2 ساعت گذشت من قلقلی ها رو میندازم توی خورشتا که طعمو قشنگ تو دست همدیگه بیفته و مزه گوشت و سبزی ها با گردوها با همدیگه ترکیب بشن. و دوباره درشو میذارم 40 دقیقه تا قلقلی ها هم حسابی بپزن. میریم سر وقت کته زعفرونیم. 1 بند انگشت آب، کره زعفرون اضافه میکنم، درشو میبندم. 50 دقیقه با حرارت ملایم میذارم تا حسابی تدیگ زعفرونی به قول معروف که برای من عمل بیاد. و حالا میریم سر وقت خورشت ببینیم چی شد. به به، ببینین چه رخی پیدا کرد. قشنگ روغن انداخت. اگه آب نارنجه تازه هم بریزین که دیگه محشر میشه. درست کنین و نوش جونتون. آرافودی های عزیز، امشب یک غذای خیلی خیلی خوشمزه شمالی داریم. این غذا ما کته زعفرونی داریم و اناربیج که به فارسی یا تهرانی میشه فسنجون سبزیجات یا سبزی فسنجون. و حالا بریم یه مزه بکنیم. It is so beautiful. اصلا بوش آدمو وسوسه میکنه. This is life. It's a heaven on earth. حتما امتحان کنید، خیلی خوشمزه است.